سلام و عرض ادب خدمت یکایی که دوستان. من علیرضا سعدی هستم، مؤسس مجموعه آسمان فردا سازان. امروز میخوام براتون یه وبسایت معرفی کنم که توی روزایی که همه دارن هم در ارز دیجیتال صحبت میکنن، شما هم بتونید به یک نحوی میشه گفتش که ارز برای خودتون استخراج حالا یا به دست بیارید. البته برای استخراج بهش میگن ماین کردن یا ماینینگ، که یه قسمتی هست این سایت برای اونه که میتونید از طریق وبسایت استخراج کنید یا میتونید یک برنامه رو ارزم به خدمتتون از طریق خود سایت دریافت کنید و روی سیستمتون نصب کنید و استخراج کنید. پیشنهاد من به شما اینه که استخراج رو فعلا بذارید کنار و میشه گفت با روزانه میشه گفت حداقل بین 3 تا 5 ساعت کار کردن شما میتونید چیزی بین 15 تا 30 میلیون تومان در ماه در بیارید از این روشی که من بهتون میگم. لازمش هم اینه که فقط یک گوشی موبایل یا یه دونه تبلت یا لپتاپ داشته باشید، بتونید با مرورگر وارد این وبسایت بشید. خب اول از همه بهتون بگم که برای عضو شدن توی این وبسایت یک لینکی من براتون میذارم که طریق اون لینک عضو میشید و هر موقع که زیر مجموعه کسی وارد این وبسایت بشید 1% به شما اضافه میشه و همینطور به کسی که شما رو دعوت کردم یه مبلغی داده میشه. خوبی قسمت رفرالز این سایت اینه که 40% از کارکرد زیر مجموعه هاتون به شما میرسه. یعنی هر وقت کسی رو اینوایت کنید، دعوت کنید توی وبسایت، 40% از کل کاری که ایشون میکنه به شما میرسه. به طور مثال من بهتون بگم توی این قسمتی هم بهتون نشون میدم. یکی از دوستان به اسم آرشام فکر میکنم الان حدود 8 میلیون تقریبا کار کرده که الان من 3,952,000 تا شیبا داده. تا دیگه‌مون 1 میلیون به من شیبا رسیده از کار کرده ایشون، 40% به من رسیده. بقیه دوستان که میبینید فعالیت نداشتن یا کم بوده فعالیتشون و عرضم به خدمت شما که حتی اگه کسی فعالیت هم نکنه خودتون میتونید خیلی راحت ارز به دست بیارید. قسمت‌های مختلفی داره این وبسایت. بریم اول از PTC شروع کنیم. PTC به این صورته که شما اینجا بهتون مثلا میگه 600 تا توکن بهتون میدیم، 1 ثانیه توی این سایت باشید. اینو که بزنید وارد یک وبسایت جدید میشید و تنها ببینید دقیقاً 1 ثانیه، بیشتر هم نه. اینجا کپچاتون 2 مدله که بهترین کپچا همون اچ کپچا، اون رو میزنید انتخاب میکنید و قسمتی که مثلا خاطر هواپیما رو سلکت میکنید، بررسی و وریفای. به همین راحتی. خب صفحه باز شده رو میبندیم، اینجا بهتون میده حالا این ولید اد داد، یعنی اینکه مثلا این آدرسی که من الان دیدم مشکل داشته. مثلا یه دونه کنسی 1 ثانیه دیگه ببینیم. مثلا 1 ثانیه دوباره 400 تا توکن میده. الان توکنی که بهتون میده توکن رمز ارز شیباه. الان مبلغ هر یه دونش یه دونه تک تومنه و حالا بعضی هستن بهشون میگن هولدر، این پول رو نگه میدارن. نگاه کنید الان به من 400 تا توکن اضافه کرد. بعضی هستن این پول رو نگه میدارن، این توکن رو نگه میدارن و هولدر میشن و بعضی هستن که خرید و فروشش رو انجام میدن. به هر روشی که شما میخواید میتونید این کار رو انجام بدید. خب این قسمت PTC بود که شما میرید اینجا آگهی یا سایت ها رو میبینید، به ازای هر کدومش مبلغی که گفته شده بهتون میده. یه آیتمی که داره اینه که توی قسمت آرشیومنتش وقتی وارد بشید براتون نوشته مثلا 100 تا PTC ببینید، 100 تا گفت تبلیغ PTC ببینید بهتون 50,000 تا توکن اضافه گیفت میده. وقتی کامل شد روی این کلیک میکنید و 50,000 تاتون رو میگیرید. این قسمت دایس داره که توی این قسمت شما میاد مثلا میگید که من میخوام 1000 تا 2000 تا توکن شرط ببندم. حالا میشه گفتش یه بازی میشه گفت خیلی شانسیه که مثلا عددی که من میگم بذارید من با 500 تا میزنم، مثلا بالای 49.5 میشه یا پایین 40. من گفتم بالای 49.5، ببخشید گفتم زیر 49.5 و من 485 تا توکن الان بردم. اگه بگید رول اوور یعنی بالای 50 تا 500 تا میبازید. میبینید البته اگه بالای 500 تا
500 تا بشه میبازی. این قسمت آتو فکتش میشه گفتش که شما 3 دقیقه و 10 ثانیه 16 ثانیه میمونید تو این همین صفحه 100 تا توکن بهتون میده. هیچ کاری هم لازم نیست بکنید. 3 دقیقه میمونید بهتون 100 تا توکن میده. یه قسمت مانوئل داره. این قسمت مانوئل فکت شما اینجا بهتون نوشته on mouse focus. به ترتیب باید انتخاب کنید. on mouse focus. من انسان هستم رو میزنید. یادتون باشه حتما اسکپچا باشه و بعد از اون مثلا گفته قایق‌ها رو انتخاب میکنید، بررسی و در نهایت کالکت یور ریوارد رو میزنید و خب شما 1500 تا داد. ببینید این قسمت به شما کمک میکنه که وقتی که تو داشبوردتون میرید توجه کنید نگاه کنید، مثلا از لول 7 لولتون میره بالاتر. همینجوری که لولتون بره بالاتر بونوس بیشتری میگیرید تو لول‌های مختلف. که همون فاکتی هم که زدیم بونوس بیشتری میگیرید. خب بعد از اون مورد شما میریم سراغ مورد بعدیمون. فقط یه موردی رو من بهتون بگم، این سایت اصلا برای کودکان زیر 18 سال سایت مناسبی نیست، چون تبلیغ هایی که بعض وقتا نشون میده تبلیغ های میشه گفت نامناسبیه، ولی عرضم به خدمت شما که واقعا برای افراد بالای 18 سال منبع درآمد خوبیه و به راحتی میتونن باش کار کنن. خب برگردیم سراغ کارمون. بعد از مانوئل فکت میرسیم به ویلج، همون میشه گفتش گردونه شانسش. برای هر بار گردوندن این گردونه شما نیاز دارید 3 تا انرژی داشته باشید و عرضم به خدمت شما برای این کار مثل دقیقاً مانوئل فکتتونه نوشته 4 10 2. باید روی 4 10 و 2 کلیک کنید. من انسان هستم رو بزنید. بعد از اون روی قطارها کلیک میکنید. بررسی که میشه تایید بهتون میده و در انتها اگه شارژ داشته باشید میزنید و گردونه میچرخه که من الان شارژ تموم شد بعد دوباره شارژ کنم. خب قسمت ماینینگش رو هم بهتون بگم. توی قسمت ماینینگ سایت شما میتونید اینجا سایت رو بزنید و بذارید همینجوری سیستم روشن بمونه و ماین کنه. موقعی که 50,000 تا توکن بشه شما میتونید درخواست بیرون کشیدن از حساب رو بدید. قسمت شورت لینک شما میرید یک چند تا کار باید بکنید. دقیقا قسمتی هم هستش که به شما انرژی میده برای گردوندن اون گردونه شانست. به طور مثال کلیم رو میزنید. حالا تا موقعی که سایتش بیاد بالا من سه توضیحات بهتون بدم که خیلی ها سوال میپرسن خب برای چی اصلا میان به ما توکن رایگان میدن بابت کلیک کردن. ببینید این سایت ها معمولا درآمدی که دارن بر اساس تبلیغاتشونه. شما اینجا و قسمت های مختلف سایت رو که ببینید وقتی وی پی انتون فعال باشه، یه دیگه باز کنم، وی پی انتون که فعال باشه میبینید همه تبلیغ ها برای شما میاد بالا و نمایش داده میشه. و عرضم به خدمت شما که به راحتی میتونید بفهمید که برای چی اینا دارن همچین کاری میکنن. الان ارزش ریالی هر توکن یه دونه تک تومنیه. خب و خارجاً برای کسایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن اصلا مبلغی به حساب نمیاد. به خاطر این مثلا میان برای این تبلیغی که اینجا میذارن یا این تبلیغی که اینجا میذارن بابت هر بازدیدشون 2 تومن میگیرن. خب 2 تک تومنی خودمون رو میگیرن، یعنی 1 تومن سود میکنن. پس اصلا چیزی دور از انتظار و خلاف واقعیت نیستش. بخواید مثلا بگید که نه یک سایت کلاهبرداریه و اینجور چیزا. خب این سایت ها که وارد میشید اول بعد آیتم من ربات نیستم رو بزنید. کنتینیو رو که میزنید معمولا براتون پاپ یه سایت دیگر رو نشون میده که باید صبر کنید تا یه لینک به شما بده. الان مثلا 15 ثانیه گفته صبر کنید. میبینید تمام این سایت هایی که باز میشه همه اینها دارن به این سایت پول پرداخت میکنن بابت نمایش تبلیغات یا نمایش وبسایتشون.
الان تموم شد. نوشته اسکرول کنید پایین و روی کنتینیو کلیک کنید. کنتینیو رو پیدا میکنیم، کلیک میکنیم. ببینید الان چرا من دارم هی کلیک میکنم؟ به خاطر اینکه باید مطمئن شیم لینکی که بهتون میده لینکی که باید توی اون مراحل رو تموم کنید. بعضی وقتا هست کلیک میکنید روی یک سایت براتون یه سایت دیگر رو وام میکنه که بهش میگم خب بعد از این کار کلیک هیر کنتینیو رو میزنید و باز دوباره چند ثانیه بعد منتظر بمونید. ببینید اینجا بعضی جاها نوشته مثلا پیداش کنم بهتون نمایش بدم 3 از 3 مثلا این 3 تا سایت مختلف باید برید کلیم کنید. احتمالا اینی که منم زدم 2 یا 3 بوده که باید 2 تا سایت مختلف رو کلیم کنم و تاییدیه‌شون رو بگیرم. خب این آماده شد لینکش. گت لینک رو میزنیم. دیدین که باز که پاپ آپ بود. خب بعد اینکه وارد میشه اینجا براتون یه پیام نمایش داده میشه که به طور مثال مبلغ پرداخت شد توی حسابتون، شارژتون هم انجام شد. توی قسمت بعدی یا قسمت لاتاریتون شما میتونید اینجا ببینید که چه افرادی مثلا تعدادی توکن لاتاری گرفتن و این لاتاری ها مثلا میاد بهتون جوایز مختلفی میده. شما میتونید توکن تهیه کنید و ارزم به خدمت شما توی قرعه کشی شرکت. قسمت تسکا که یکم مهمترین قسمت ها هستش بهتون میگه به ازای برخی از کارها، برخی از موارد به شما به طور مثال 1,750,000 تا توکن بهتون میده. این چی؟ میگن که یه ویدیو توی یوتیوب بسازید و منتشر کنید و این ویدیوتون از طریق این ویدیوتون $10 درآمد بگیرید. حالا نمیدونم اطلاع دارید که یوتیوب بابت نمایش ویدیو مبلغ پرداخت میکنه یا خیر؟ تایتلش رو مثلا همچین چیزی بذارید، دسکریپشنش رو به این صورت باشه، لینک خودتون رو بذارید، ویدیو باید بیشتر از 2 دقیقه باشه، ویدیو فقط باید در مورد شیوا صحبت کنه، توی دسکریپشنتون حتما باید رفرال لینکتون باشه و اینجا نوشته مثلا یه بلاگ بنویسید، یه پستی بذارید توی سایت های با پسوند .com.org یا خود سایت بلاگ پاس یا بقیه پلتفرم ها که به حد فری هن، باید حداقل 200 حرف باشه و به ازاش به شما 1,000,000 توکن میده. حالا اینا رو همه رو میتونید چک کنید و ارزم به خدمت شما موارد دیگر انجام. خب توی قسمت ترنسفرش شما اینجا مبلغی که میخواید ترنسفر کنید رو میزنید. مثلا میزنید آقا من میخوام 15 میلیون ترنسفر کنم. ترنسفر رو میزنید، آدرس ولتتون رو میزنید و پولتون کسب درآمد میکنید. این زمانی که من با شما صحبت کردم تمرکزمون بیشتر روی این قسمت بود، یعنی توضیحات بود و عرضم به خدمت شما یادم رفرال ها صحبت نکردیم. الان مثلا لول که میره بالاتر از 40% الان شده 50%، یعنی هر چی کار کنن 50%ش به من میرسه. شما میتونید یک مقداری برای خودتون کار کنید، گفت 4 میلیون 5 میلیون برای خودتون کسب درآمد کنید و بعد شروع کنید به تبلیغات کردن و از طریق زیر مجموعه هاتون هم درآمد خیلی بالایی کسب کنید. این 100% تامین شده است و خروجی خوبی هم داشته. شما میتونید اصلا به توی یوتیوب گوگل بزنید فیروشیوا لیمیتد این توضیحات کامل رو میاره. پس این یک وبسایت معتبره. مرسی که تا اینجای کار همراهمون بودید. امیدوارم که این آموزش به درتون بخوره. همیشه زندگی پرپول و پرسودی داشته باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.